علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای نیت کردن در روزه البته مسئله اختلافی است، اما قول صحیح در این مسئله همین است که هر روز انسان برای ماه مبارک رمضان روزه نیت بکند. بعضی میگن که یک بار اول رمضان که نیت کرده دیگه اون 3 روزی که روزه میگیرد براش کفایت میکند. اما این قول مرجوح است، قول راجح این نیست. قول راجح این است که برای هر روز نیت بکند، برای هر روز از شب نیت بکند. زیرا رسول اکرم فرمودند که انما الاعمال بالنیات، عملها وابسته بر نیت هستند، عملها وابسته بر نیت هستند. پس هر یک روز خودش یک عمل مستقل است. چگونه که انسان وقتی که روزه را قضا می‌دارد قضاش میکند، آیا همه روزه را قضا می‌دارد یا که همون یک روز شه، یک روز شه، پس معلوم میشه که هر روز رمضان برای خودش یک مستقل است، جداگانه است. از جهت همین پس قول صحیح در این مسئله همین است که پس هر روز باید که نیت بکند از شب. نیت البته به قلب است، نیت میکند که فردا من روزه میگیرم. اما شخصی که اگر سحر نخستک شب نیت کرده بود پس روزش صحیح است. اما وقتی که اگر سحر خستک و در حالی که خبر به مسلمانان رسیدگی بوده نفر بعد از فجر روزه گرفتک، براش فهمیده، یعنی بعد از نماز فجر براش خبر اومده، پس این نفر روزش نگه بدارد اما نخوردش. اما به قول صحیح پس در بعد از رمضان یک روز روزه بگیرد قضایی، به خاطر که نیتی که بعد از فجر باشد و از نماز باشد و روزه قبول نیست. نیت باید که از شب باشد.